تلك الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. الله تعالی میگه که این جنتی که شما این جنت میراث گرفتید به سبب اون عملهایی که کردید. به عوض اینه جنت قیمت است. این عملها به نرخ جنت برابر نمیشد، لیکن الله تعالی ذات کریم است، ذات مهربان است. اگر کمتر عمل کنید الله تعالی به عوضش مکافات بزرگ میدهد. بما کنتم تعملون، این جنت شما صاحب شدید، میراث خورش شدید به سبب آن عملهایی که در آن دنیا کردید. یعنی انسان به جنت می‌دراید به سبب عملش. بله در حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یگان نفری شما به عوض عملش وارد بهشت نمیشود. ولی انت یا رسول الله، شما چی یا رسول الله؟ شما هم نمی‌دراید؟ یا رسول الله گفتند که ولا انا، منم به عوض عملم نمی‌درایم. الا ان یتغمدنی الله برحمته، مگر اینکه مرا الله تعالی با رحمتش فراوان گیرد. یعنی با رحمتش اگر من داخل بهشت نکند من به عوض عملهام نمی‌دارم. برای که جنت سلعت الله، مال الله است. و سلعت الله غالیه، مال الله تعالی قیمت است و جنت است و نرخش بلند است. لیکن الله تعالی کریم است. به اندک عملی هم گاها به سببش الله تعالی رحم میکند و مهربانیش عذابش را غلبه میکند و میبخشد و بنده را وارد بهشت میگرداند.